کشور دیگه نداریم. باور بکنین که وقتی که طالب داد شریعت در ولایت ما میزنه من خجالت میشم. او طالب و امیرالمومنینت که هیچ رئیس الوزرای اینانت که معلوم نیست. باور بکن که قشون سرخ شوروی تو بدبخت وقتی که زیر پرچم های ساششته بودی امید درخ گرفت قشون سرخ هست بین برد. اگه تو شریعت سر ما تطبیق میکنی ما بودم که اسلام مثل که اسلام است. عربستان سعودی سرچشمه گرفت، در افغانستان تزینمی دره شیر سرچشمه گرفته. تو بدبخت امروز میای بچه جوان من از خانه میبری. تو بدبخت میای امروز برادر من از خانه میبری به خاطر جرم پنشیری بودن است. در کابل بچه های ملت کوبه شکنجه میشه با این دستمالی که سمبول مقاومت از دست پاش بسته میشه. اگر من امروز عشق میریزم عشقم از بیغیرتی و یا از ترسم از طالب نیست، عشقم به ایست که چرا احمد مسعود خاموش است، چرا این کسایی که رهبرایی که اگر خیانت هم کردن و نامردا امروز بیاین توبه بکنین استاد چوین در پولی مردم پنشیر، استاد چوین مردم از این بدبختی نجات بتین. شما در کجا پناه بردین و در کجا استاد هستین که امروز ما درد میکشیم؟ چگونه تو را رهبر خود قبول بکنم؟ من از هیچ کس خاص ندارم. من از اول پنشیر که خانه‌ام است تا آخر پنشیر خانه‌ام است. من هیچ قریه مشخص نیستم. من خواستم از احمد مسعود است که بلیاز خدا سکوت بس کو. اگر انتظاری 4 تا خائن را داری که در گردت از روز بخواه افغانستان هم رایت آزاد بسازن، اینا معامله گران هستند. پنشیر که ناموسشان بود، پنشیر که مثل خواهرشان بود، اینا تسلیم کردن دو دسته با پولای جلی. امروزی بدبخت ها هایش نوش دارن و دردن. 4 تا بچه که در این پنشیر است میکش. چرا جرم ما پنشیری بودن است؟ ما با تاریخ زرین نوشته کردیم. تاریخ زرین که امروز جهان بس افغانستان تکان میخوره از برکت دره پنشیر هست. چطور میتونی که تو نامرد بدبخت پاکستانی و پنجاب بیایی خون برادر من رو اینجا بریزانی و به نام این و آن که ما به شکار آمده بودیم؟ خواست من میاد از تمام پنشیری های میاد. برادرای عزیز نمیخوایم امریکا و فرانسه و لندن. خودتان هم دست شوین، نگوین که از آنابه بود، از رخه بود، از بازارک بود. بگوین برادرم از ما از کابل آمدیم. باور به خدا کنین شب خواب نکردیم، قلب ما تکه تکه شده. جوان ما در کابل به نام پنشیری بیعزت میکنه. سیاسرش در بین موتری نامردا پایینش میکنن در مقابل سیاسرش و با هم